بچه ها من مرسام گیمر هستم. امروز اومدیم تو چنل خودتون کلی TNT بهتر کنیم. حالا بچه ها TNT ها رو ترتیب میذارم. نه بچه TNT رو نمیذارم، یکی یکیشون کنیم. یا اول فصل چرا نمیشکنه؟ یا اول فصل بچه ها چی گیربادی؟ بچه نمیخوام توش برم. بچه TNT اینجا نیست. TNT اینجا. خب بچه دوم TNT مون. بچه میخوام کلن TNT بهتر کنم. یه بچه کتاب متابی چیزی اومده واسمون. خب بعدش چقدر TNT هست اینجا. اوه چه خوشگل بچه. ماهیش هم میتونم بهش دست بزنم. این یه خدا باشه چیه؟ چه مواد بیدی بچه ها. بچه تا حالا این گجرافی دیده بودین؟ اینی که خدا باشی لجنه. اوف یه نفر گوزید به خدا. یه نفر گوزید خدا وکیلی. یه نفر گوزید. یا برفس بچه چه خوشگل و پشمریزون. فکر کنم میخواد من عکس TNT و عکس مایکرافت درست کنه. خراب کرد. بچه داداشم اینجا داره میدن. شما سلام کن. سلام بچه. یا برفس بای اینو چرا میخواد عکس مایکرافت درست کنه خدا وکیلی؟ اینو بذار. خب یه فکرم خونه درست میکنه. مثلا فکر کنم. چرا نمیتره؟ چه زمانی آجی هر زمانش چه تر میشه. بهتره دیگه. زدم خراب شد. برش کن بابا. این زندان. یا چه خوشگل. چه خوشگل اعتماد. چیه؟ اینا چرا سطح TNT رو هم بلکن میخوام میشه برشون داشت. بلکن بهتره. یا اینا میخوام مایکرافت رو درست کنم. چه بچه اونا توشون TNT کوچولو بازی میکردش. خب بچه بریم بازم. من مثلا به این شک دارم آجی. برو اونجا. نه اینجا بلکن. آجی اینو نگو. این نکن بعدا. آجی خوب بچه من قراره بهتون یاد بدم چجور هر مودی که واسهتون نمیاد تو مپتون بریزین. بابا اینا اصلا به گیر دادم به مایکرافت به لوگوش. نه حتما یه چیزی چه میسازن. یا برفس خدا از این دوشون و بهتره نکو ازش الماس. بابا این چرا دیگه درست نمیشه؟ این چشه؟ بهش کنم این الماس گرونه. TNT بعدی که بچه من یا برفس بچه من دوشم بهتره. یا حضرت دوست دارم واسه منم ناز کنیم. یک بچه بزنم بازی چگاه خوبانه بنازم چه مادایی هستم. مادار ایشون خیلی دوستشه. چه مادایی واسه بچه ولش اینو کن. به هم بگو لطفا. یا به خوش بچه از هم میبینیم مادار همونه. آره یا بلفظه یه نفر این بود. خب حالا همه با هم بزن. نه همشون کن بذار ببینم چیکار میکنه. با چرا این انگه تلفش میدن فقط این نتیره بوم زمانی. یا برفاس اینا چی بود؟ حاجی برش کن. چیکار اینو به مایکرافتی دادن. حالا برش کن. اینو میخوام ببینم چه عجوب. یا بچه این بازه فکر کنم بچه اینو میدونم. بچه من مورد ماشینم قرار بریزم. من تو کجا بودی؟ نه بعدا یارشم چرا ازیت میکنی داداشی؟ همه شو داریم تیست میکنیم دیگه با بچه ها. ارزامی همونیه همیشه بردست بچه اون فکر کنم چند بار حالا. آره راست میگی. یا بذار اولش یه دونه اینو بردارم.
خب بازم از اینا آرشا اونش دوست داشتی بالاخره بعد از سالها به آرزوت رسیدی. حاجی میخوام ببین چرا اینجوریه؟ یا ابوالفضل تو 3 تا گذاشتی. آره من خودم گذاشتم برش کن. خب اینا چرا اینجوری روش امریل به چند میده بهش کنم سپرش این رفت برگه بچه خانمینه خوابیدن ساعت بچه ناکنه ساعت 3-4 شبه دارم واسه شما ویدیو میگیرم. چرا؟ چون خیلی چیکار میخوام کنم؟ بابا حوصله‌مون سر نبره دیگه. هایی بیا اینم دوستا قرار طولش بدن مسابقه میخوام بدن انگار. بابا من دور تو چیکار کنم آجی تو اینجور برس کن حاجی. اینم همونه چه فرق نداره. حالا به اینم لج بازی میکنه. خب من مثلا باباشم آهان با یه بار دیگه جونم چقدر خفنم با کلاسه بچه اصلا خفن ها. آره با چند بار روش بزنی کلیک میلیک کنی. آها تا بهته آی دادا باید این چی بود مثلا خوشگل بود. چی کن با جیگنون میگو بررسیدیم عشق داداشم به خودم هم میگم میره هوا. بیا با هم بریم داداش. اوه چه خوشگل. واو چرا کسی بچه گوشه من خاموش میشه. این شارژر منه. بعضی بایی دارم ویدیو میگیرم. نه ندارم. خب بچه بریم واسه TNT. خب بچه TNT 1000 بچه آخر بازی یه چیزی میخوام نشون بدم که خود آرشام هم ندیده. میخوام نمیدونم خوشحال شه. تو کدوم بودیم آخریش؟ این بود. از این شروع میکنی. داریم کم کم تمام میکنیم. یا ابوالفضل آخرش کارت چی باشه؟ آخرش یا ابوالفضل چه من دور انداخت. اینش موزیکه فکرم واسه ما قرار برقصه. به به مگه نگفتم. یا ابوالفضل چه میتریکن. یا ابوالفضل اینا چیه؟ یا حضرت بچه یعنی الان من تو ماینکرافت این زده خطر. اگه خدا وکیلی این از همه‌شون بیشتر بود منو لایک کنین. منو میشه سمت خودش دمیج میده از همه خود. بله بهتون نگفتم بچه باید لایک کنین. بچه اینم از TNT آخرمون ولی آخر ویدیو بچه قراره آرشامو سورپرایز کنم. چرا نمیتریکی؟ چه خوشگل بود. خب بچه آرشام نمیدونه من واسه چه سورپرایزی دارم. میدونی یا نمیدونی؟ نمیدونم. پس میشه به صفحه نگاه نکنی؟ خب چشتو باز کن. این مونوتوبه با خودش آتیش پرد میکنه. آجی اینا چرا به من اول نگفتی؟ میخواستم آخر ویدیو بگم خوشتون بچه. آجی بریم بچه اگه این رفت رو هوا انصاب کنید. رفت چه خوشگل برگشت. آجی یه چیز نمو نیست. بچه آرشام لایک کنن بچه ها یا نکنن؟ بکنن 100%. بچه خدافظ.